ساکنان این بینای نوبنیادی بلند آشیانه در کوچه سعدی شیرازی شهر دوشنبه شکایت دارند که مالکان ساختمان بنا را ناتمام گذاشتند، شرایط زندگی اینجا نیست و کسی هم عرضشان را نمیشنود. این ساکنان میگویند بر اساس شرطنامه دو طرفه قرار بود این بنا سال 2022 پورا به استفاده داده میشد، اما از این مهلت 2 سال دیگر گذشته و هنوز منزل‌هایشان نه آب دارد و نه برق. یگان شرایط نداره اینجا برای زندگی کردن، رنگ آدم باری نداره. ای مجبوری را که نیسته میدروی زندگی میکنی دیگر. همین 1 سال و 9 ماه چند قای مثال قوت من رسید 80,000 سوم ده فقط کвартира ششتگیم دیگه که مقصد نیست возможность درآمده مجبور زندگی داریم. اکثر ساکنان این بنا که جای زیست دیگری ندارند ناچار داخل خانه های ناتمام را تعمیر کرده زندگی دارند. ایام سال 2009 تا اینجا با 3 فرزند در کвартира ششتگیم. خیلی البته همه نمایان هزار کвартپولی هزار 2000-2500 سوم کвартپولی هم قدر کشتیم آباد میشد یگان خیلی آبادی نشد. از نه مجبور شدم با 3 فرزند 1-2 روز پس هزار بود کردم ریمون من میبیم زندگی میکنم. هم قدر گفتیم در اومدیم 1 ماه زیاد شد میداریم یگان راه براشون نیست هم متصدیش هم داش گوش نمیکنن. گفتیم التماس گیردی لیفتاتون محکم کنین کودکای مایده قتی میبیایم یگان چی بعدادمون نمیرسن. مردم میگویند بنا ناتمام و مشکل زیاد شروع از راهرو تا زینه‌پایه‌های قسمتی از این منزل‌ها برای زندگی خطرناک باقی میماند. ساکنان میگویند چنین بی‌پرواگی مسئولان شرکت ساختمانی باعث مرگ جوانی شد که تصادفاً به شخته لیفت سرازیر شده جان داد. نمیدونم بچه که یاش بود هوایم افتید مرده همین شخته صاحب 5 فرزند بود بیچاره. خیلی منم فرزندام عزیزم میترسم در همین حالت دیگه چیکار کنم. این بنا را شرکت بناکاری خان 2009 بنیاد میکند. مسئولان آن از صحبت ویدیوی خودداری کردند ولی گفتند بعضی از مشتری‌ها پول خانه را پورا ندادند، از این خاطر کار ساختمان طول کشید. اما ساکنان این را بهانه بیش نمیدانند و میگویند شرکت در چند جای دیگر نیز بناهای نو بنیاد کرده است. ساکنان ادعا دارند که مسئولان شرکت مدت‌ها باز به اینجا نمی آیند و بعد آگاه شدن از شکایت ساکنان به رادیوی آزادی و حضور خبرنگاران دیگر باره کار را شروع کردند. نیم سال پیش مرا گفته بودن که ریمون کنم مسکو قطعی شوم آمدم ریمونت من 1 سال شد که تمامه. همین بکوال 10 هفته پیش همین منوچهر گفتن اینجا دامساز کار میکنم امرا گفتم کامرا کвартира سر کردستن 2 روز دیگه من مهلت دارم من باید بخیزم کвартирам کی گفت که مایلی اپا ما برو اومدم 1 شام ایستادم دوم روز уже سویت دوما کشتن. در گذشته هم شکایت ساکنان بیناهای نوبنیاد در رابطه با پوره انجام نشدن منزل‌هایشان و صفت پست ساختمان در شهر دوشنبه ثبت شده است. همچنین مسئولان چند شرکت بناکار با جرم قلابی به زندان رفتند. مقامات آمار عمومی چنین بیناهای مشکلدار را اعلان نکردند، اما دست کم در 6 بینای نوساخت در دوشنبه که ما در آن حضور داشتیم ساکنانش میگویند با گذشت از 3 تا 8 سال با مشکل زیاد روبرویند و هنوز هم حجت ندارند.